درود بچه ها، خوش اومدید. تو پارت قبلی بود که رفتیم و این دوتا شهر رو گرفتیم. به باختر اعلان جنگ دادیم. دلیلش هم این بود که اگر خیالمون از پشت سرمون راحت باشه تمام تمرکزمون رو بذاریم رو این سمت. اگر دقت کنید پایتخت اینجا هم داخل محاصره است. کم کم دارن دشمنامون به مرزامون میرسن. خیلی سریع باید باختر رو شکست بدیم و خودمون رو آماده کنیم. درجه سختی روی بریارد چیت و نمیدونم تقلب و اینجور چیزا هم نداریم. دوتا ارتشمون رو گذاشتیم پشت مرز که اگر این ارتش دشمن شهر رو گرفت بتونیم بریم کمک یارمون بدیم. اینترن دیگه کاری نداریم. اگر موافقید قبلش بریم داخل دیپلماسی. اگر موافقید با این فکشن پیمان تجارت ببندیم. اگر پولم بیدی که دیگه عالی میشه. دمت گرم. خب حالا بریم تو درخت خانوادهمون. زن داداشمون که به رحمت خدا رفت بگیم ازدواج کنه، پروموتش هم میکنیم. زنت اوه 5% بازم فساد مالی، ولی 2 عدد نفوذ ارتر میگیره. این خوبه. حالا نگهش میداریم یکی. 2 ترن دیگه هم استبلای لول 3 مون باز میشه که میتونیم ورسارچر لول 2 رو استخدام کنیم. یکی از بهترین ورسارچرهای پارتیان یا مو اشکانیانه که باید جایگزینشون کنیم با این آرچرهای قبلیمون. اسپایمون هم اینجا هنوز داره غذای باخترا رو میدوزه. اگر موافقید دیگه یه کاری نمونده. اینجا الان که با شما ایمان تجاری بستیم اجازه میده اینجا رو ببینیم. داخل محاصره است. کنم ترن بعدی اینجا رو هم تصرف میکنه. باید خیلی سریع کار باختر رو یکسره کنیم. اگر موافقید بریم واسه ترن بعدی. It is a simple gift, Gold, but one that many appreciate, as we are sure you will. نه ممنون. خب چه اتفاقی افتاد اینجا؟ دعا که این شهر رو گرفت. لشکریشون هم فکر کنم عقب نشینی کرد یا نه؟ فکر کنم عقب نشینی کرد. خب حالا با این 2 تا ارتشمون میترسن دوباره بیام این سمتی، دوباره اینا سرکلشون پیدا بشه. شاهم کدوم اینه؟ نظران شاهمون رو بیارین سمت باخترا. این لشکرشون داره میره این سمتی. این بده. شاهمون رو باید برگردونیم. شاهمون رو بیاریم اینجا یا بیاریم اینجا. امیدوارم که ترم بعدی این شهر رو احتمالا بگیره. دو دلم نمیدونم برام پایتختشون رو بگیرم یا بریم از شهرمون دفاع کنیم. نظرم بریم سمت پایتختش. پایتختش الان مهمترین شهرشه. بریم سمت پایتختش. امیدوارم که خفتمون نکنه. فقط این ارتشمونم بذاریم اینجا. اگر با این ارتشش اومد به اینجا حمله کرد سرباز دفاعی داشته باشیم. دیگه فکر نکنم کاری مونده باشه. اگر موافقت بریم واسه ترن بعدی ببینیم چی در انتظارمونه. آره این هم که اومد حمله کرد. بله فکر نکنم کاری از دستمون بر بیاد. جنگو بدیم دست خودشون هر طور بده. ما هم باید بریم پایتختشون رو بگیریم. لیول اپ هم شد. خب حالا 2 تا انتخاب داریم. میتونیم بیایم پایتختشون رو بندازیم. اینجا رو هم پس گرفت باخته. نیاد اینجا رو بگیر. حالا
بیا رو این سمتی. اگر به اینجا حمله کنه خوب میشه. این ارتشمون هم کم کم بیاریم اینجا. اگر با این ارتشش خواست برگرده سمت پایتخت، با این ارتشمون بریم شهرمون رو دوباره بگیریم. چقدر ارتش؟ 17 تا داره. با 10 تا به نظرتون میتونیم بزنیمش ها؟ ریسرچمون هم تکمیل شد. پول نداریم اینا رو بسازیم. ریسرچ بعدی هم بریم مزرعه لیل 2 باز کنیم. بیاریم ارتشمون هم بیاریم جلوتر. امیدوارم که از پس اینا بر بیاییم. شاهمون هم بیایم پایتختشون رو بگیریم. We take this settlement for you, my lord. بدیم دست خودشون 90%. At your command. خب غذامون منفی شد. شت. اسپایمون رو بیارین سمت اینجا ببینیم ارتش دیگه ای داره. اگر داشته باشه که ندارن خدا رو شکر. اگر بتونی ارتششون رو با این بزنیم دیگه کارشون تمومه. خب ولی یکم خوب دستمون اومد. یکم بگیم ورسارچر استخدام کنه اینجا. سرباز دفاعی داشته باشیم. اینجا هم افتاد. بله همینجوری دارن نزدیک میشن. خب بریم ترن بعدی. همه شهرمون هم پابلیک اوردرشون منفی هم. شورش نکنه. نظر مالیات یکم بیاریم پایین تر. اینجوری یکم بهتر. بریم ترن بعدی. بله اومده. 600 نفر در مقابل 1700 نفر. بریم ببینیم چی کار میکنیم. اگر بیایم این بالا، از بالا سرشون تیر بهشون بندازیم خیلی خوب میشه. ارتش رو منظم کنیم و بریم. Fortunate to stand here. To stand here with my warrior brothers. To stand here for our people. I would not wish to be anywhere else this day. For if the gods will it, we shall break this enemy and put them all to the sword. Come on! بیایید بودو بیایم راه. بریم بالا که دارم میاد. Noble hope! پیداشون شد. Parthian horse archers! Noble horse archers! Taxes! گیجش کن. Noble horse archers! We serve the king! چی داریم اینجا؟ هیلیمن. هیلیمن داریم. Cavalry! Missiles ready! اول Noble horse تیراندازاش. Parthian horse archers! Horse archers! Riders! Parthian horse archers! Orders! Horse archers! Our general is under hello. attack. Horse archers! Parthian horse archers! شیت. Noble horse archers! میبینی از پشت. الو. بیاشون کن Noble horse archers! بیا تبر. Noble horse archers! حالا از پشت سر جنرالشون هم بندازین خوبه. آخ که جنرالمون گرفتن. بودو بیا کمک جنرال. وای فرار کن. پایین چقدرشون 16 نفر 15. راهمون حالا از دست ندیم. خب بودو. تمام کارشون تمام. تیر نزن. هیچ که تیر نزن. جنرال بیا. جنرالشون بندازین خوبه. فرار. بیا غب. بریم بالا. بودو. Our orders!
جنرالشون چقدر مونده؟ جنرالشون زیر سلاح و زره خودن، حالا مگه تیر بهش کار سازن؟ نه کنم هرچی تیر میزنی انگار نه انگار. با اولویت خب حالا فقط باید تمرکزمون رو بذاریم رو پاکمنش. بیت اینجا اینجا باید بریم رو سر تیراندازاش. جنرالشون هم تو محاصره قرار دیگه. جنرالشون بندازیم مورالشون میفته. ای وای اینا چه رفتن اونجا؟ وای Swift and accurate, as you command. Orders. Parthian horse action. امیدوارم که سر همین یه حرکت نبازیم فقط. What are your orders? Noble یه حرکت اشتباه الان میتونه نتیجه نبرد رو تغییر بده. یه از پشت شما جدا بشید. تیراتون رو روی این نندازید بابا. The enemy general Yeah. is dead. ایول بیتی اول جنرال دشمن هم نابود شد. او برگرد جوالینشون نندازن. تیر فقط باید بخور به پاکمن. این ستا هم برگردن شاید بتون یه کاری کنیم. بیاقت بیاقت از پشت سر بتونیم به پاکمن تیر بزنیم خیلی خوب. یه جلوتر ستا تیرهشون اینقدر قویه هم که بیت بیاقت بیاقت جنرال بیاد بالا. 50 نفر آخرشن. تیرتو به این نزن. پاکمن فقط پاکمن. 20 نفر آخرشن. 17 نفر. پاکمن حتی اگه 10 نفر هم بمونه خطرناکه. 12 نفر شما. اینجا بودو اوه دیدی جوالیناشو نگاه کن چقدر از سوارشون زد. بیاقت فقط پاکمن. بیاقت دیت عقب باید به این شارژ بدیم. One of our units has used all its ammunition. با جنرالمون تیراژ تمام شد. دیت عقب تیر نزنید دیگه. بیفت دیگه. بیت هر کی میخواد فرار کنه فرار کنه. بیشتر سربازامو خسته شدم و بیم عقب یه استراحت کنیم. ویری تایر خیلی خسته شدیم. بتونیم دو تا ارتششون که از ارتش اصلیشون جدا افتادن بزنیم خیلی خوبه. همه تیراتون بندازید روی این
One of our units has used all its ammunition. یه تیر زدی تیراتون تموم شد. What is the king's bidding? جا دارید باید اینا رو دور بندازیم. یه تیر بزن برو عقب بزن. آه. One of our units has used all its ammunition. همه تیراشون تموم شد. Oi! شیت. Swift and accurate! تیر عقب اینا چجوری هن؟ خوبم بیاد بیاد اینجا. بودو 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 بودو. بیاد اینجا. حالا بیا جنرال بیا. بودو 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 بودو. Missiles ready! Advance at speed! Riders at the double! Noble horse archers! What is the king's bidding? Riders advance! Horse archers! Orders! Quickly now! فرار کن فرار کن. فرار کن بکش عقب حالا بودو. بودو بودو بودو. اینم فرار کنه عالیه. 60 نفر. جنرال برگرد. نیزه دارا با اینجوری باشه. آرچ. بودو 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 بودو. بجی سربازان دو فنا رفت. فرار کن دیگه. بش عقب. پاکمن دو تا پاکمن دیگه داره. یا هم باید از آن جزشون کنیم. دو تا اینجا گوشت تازه میبینم. اون دو نفر توی پشتشون. جنرال ما یکم نفس بگیره. One of our units has used all its ammunition. این تیرام همه در تموم بشه. فرار کن فرار کن فرار کن. Swift and accurate. Orders ready. عقب. Parthian horse archers at the ready. Parthian horse archers. Awaiting orders. Missile cavalry. Parthian horse archers. Parthians, Amisos. حمله همه جانبه. Orders. My lord. جنرال اون هم نفس بگیره. Horse archers. We serve the king. We await your orders. Forward. Forward. For honor and glory. اینم فرار کرد. همینجوری دونه دونه گیریشون بیاد بندازیم. پاکمناش کجا را؟ فکر کنم اینجا قایم شده. اینم فرار کرد. یه دونه پاکمنش اینجا. که اونایی که هنوز تیر دارن کدوم ها؟ دو نفر بیان اینجا. این هم داره با این دوتا ولی زیاد ندارم. یه تیرات هم بیان. One of our units has used all its ammunition. این هم
تیراش تموم شد. Awaiting orders. Who's Asher? Ready. از پشت سر تیر بهشون بزنی. Advance at speed. به نوازان ببینی از پشت سر تیر بخورن سریعتر میافتن. Awaiting orders. Ahura Mazda, protect us. آخرش بیافت. Who's Asher? We are at your command. Fire. Ready. Taxioka. Fill the skies. Fill the skies. One of our units has used all its ammunition. اینا تیرش تموم شد. Orders. بکش اول بلیش ایوه Our orders. Forward. Orders. Waiting orders. For honor. Our orders. Quickly now. For honor. Ready. Riders at the double. Noble horse archers. Forward. جانم آینه کارش تموم. For the king. Swift and accurate. دقیقه Orders. For glory. Orders. Forward. ساندویچ به طرفش گریم. Noble horse archers. Missile out. برگرد Riders طرف. and horse archers. As you command. Missile cavalry. Noble horse archers. اوفی Horse archers. Waiting order. Riders advance. Parthian horse archers. اینم از این اول اینو هم بندازیم پاکمن رو بذاریم واسه آخر. My lord. ما از پشت Awaiting orders. ما هم بیت نزدیک. Orders. Horse archers. Orders, my lord. Parthian horse archers. شاهمون 330 نفر پشته بابا بنازم ایول. Horse archers. Parthian horse archers. اون صحنه که سه تا از سوارمون Parthian رفتن horse داخل archers. پاکمنشون اگه اون صحنه اتفاق نمیافتاد راحت‌تر میتونستیم بزنیمشون. به نظرم Ahura بریم Mazda, protect us. این نیزه Missile دارش armed riders. با سوار نظام به نیزه دار شارژ بدی واقعا Horse Doctor. archers. Charge. Orders. Parthian orders. Noble horse archers. Swift and accurate. Parthian. Noble horse archers. که واقعا نمیشه زدش. Parthian horse archers. Parthian horse archers. Noble horse archers. بکش عقب As you wish. نوبت شما. Parthian horse archers. Missile cavalry. As you say. فرار کرد. Parthian. بله اینم فرار کرد. بکش Parthian عقب بکش horse عقب. archers. دو تای دیگه این دوتا راحت میزنی. Noble horse. Quickly now. حالا همه با هم. Noble horse archers. Amisos. Engage. The battle is turning in our favor. For the king. Ready. Noble horse archers. 80 نفر 70 نفر تمام اینم فرار کرد. اینم از نفر آخرش فرار نکن. حاکمنی گفتن اینم فرار کرد. آمار رو هم ببینیم شاهمون نزدیک 400 تا کشته. تازه این سوارکاره ضعیف اشکانیانه. فقط 38 نفرشون تونستن فرار کنن.
با اسپایمون بیایم اینجا رو یکم بگردیم. یه ارتش داشت. کجا رفت یه ارتشش؟ یه ارتش داشت دا میگم فکر کنم اینجا باید باشه. حالا به اسپایمون بگیم غذاهاشون رو بدوزه. با این جنرالمون هم بیایم شهر این یکیش هم بگیریم. ها نظرتونه؟ دفاعی داره اینجا؟ نداره. لیول اپ هم شدیم و اینو انتخاب میکنم که سربازای زخمیمون سریعتر بازیابی بشن. 2 ترن طول میکشه. خب اینجا رو هم بگیریم دیگه. این ارتشمون هم بینیم قرار میکنه. بله یا اینجا داره دوباره ارتش میسازه. با این ارتشمون هم خیلی زخمی شده. نگاه کن این ارتشمون اگه سربازاشون همهشون با هم یکی کنیم فکر کنم چند تا داریم؟ الان 10 تا داریم. خب به جز جنرالمون 9 تا. اگر بتونیم 4 تا هورس آرچر با سربازای کامل بیاریم شاید بتونیم بزنیمشون. از سرباز داره. آره بذار سربازاشون با هم یکی کنیم. 6 تا هورس آرچر تونستیم پیدا. مرسنری هم میتونیم استخدام کنیم ولی قیمتش خیلی بالا. فیل میتونیم. به به آجی فیل یکی از سنگین ترین نیروهای بازی هست. اگر بره تو پیاده نظام همه شون رو درو میکنه. جونشو نگاه کن 1000 تا جون داره. شت هم واسه این هورس آرچر جونش 70 تا. یعنی بریم با این شهرشون رو تو محاصره بندازیم. بله اینجا چی داریم؟ اینجا معدن طلا داریم. بابا بنازم اینجا رو هم بازسازی کنیم. راجی پابلیک اوردرشون خیلی پایینه. دورش میکنه الان. 2 تا شهرش رو اگر متحدمون بگیره خیلی خوب میشه. خب پایتختمون هم بگیم استبل لیول 3 رو بسازه. 3 تا غذا ازمون کم میکنه. حالا تا اون موقع مزرعه گندم میسازیم. غذا هم اوکی میشه. یه پولی هم برامون نمون. بریم ترم بعدی. اگر این شهر رو بگیریم دیگه با باخترها دول میکنیم دیگه. بقیه‌شو میذاریم به عهده متحدمون. بریم ترم بعدی. بله همونطور که انتظار میرفت بهمون حمله کرد. اوه فیل هم داره یا خدا. بریم تو نبرد. قبل ای که سربازاشون به هم دیگه برسن کارشون یکسره کنیم. بریم. بودو. نیروهای کمکیشون اومده از کجا؟ از اینجا. فیلشون از اینجا میاد. اول بریم فیلشون بندازیم. بیا اینجا. گیر آتشی کجا؟ بودو. شما بیاید اینجا. اینجا پیداشون کردیم. جنرالشون هم میبینی؟ We have discovered the enemy's hidden units. بودو. با جنرالشون بریم. Our hidden units have been discovered. یاد نظامش بندازیم. بعد دو طرفش کنیم. اگر کنترل فیلاشون از دست بدن با تیره آتشی فیلاشون رو میکشن. الان اسکیل زده فعال کرده. هیچ از روی فیل داره تیراندازی میکنه. شت. بودو. فیلشون رو باید بندازیم. We have discovered the enemy's hidden units. اوه برگرد. شت. فیلشون کجا Our رفت؟ general is under attack. بودو فرار کن. تان بیا رو فیل.
Mazda, protect us! Fasten horse archers! جنرالش اومد دنبالمون. For Ahura! Fasten horse archers! برو عقب. اوه چقدر Advance at speed! این مصنوعی بازی ضعیفه. Forward! برو Taxis! عقب بابا. الو وای Swift and یه دقیقه حواست نباشه. serve the king! Patience! Hierarchy! Orders, my lord! اینجا Forward! جنرال بودو As you wish! Quickly now! Orders! دیگه دشمن کجا؟ Protect us! Ready! The enemy general is dead. جنرال دشمن اما داره میمیره میبینی؟ Horse archers! The gods protect us! بکش عقب جنرالمون رو باید Horse دست بدیم. archers! Fasten horse archers! Cavalry! Missiles ready! 2 فیلده براشون مونده. Horse archers! Fill the sky! Missile on! Horse archers! For the king! Noble horse archers! As you wish! What is the king's bidding? Missile cavalry! Quickly now! Fasten horse منم دارم. Orders! حاجی 2 فیل هم اگر بیافته کارشون تمام ها. Awaiting جنرالمون orders! Quickly جنرالمون now! نمیره 55 نفره. As you say! Ahora Mazda, protect us! Order! Strategos! Feel the میاد دیگه چقدر جون داره. orders, my lord! Our orders! Fasten horse archers! Forward! Our order! Ready! Tell us! این یکی جنرالشون هم مرد. The enemy general بله is dead. بکش عقب. Ready! Loose! Swift men! Horse archers! Fasten horse archers! Noble horse archers! الان دیگه دقیقهشون هم ایزی میزنی. Awaiting order, my lord! Order! Ready your weapons! Ready! این هم که دیگه راحت با تیر نمیخوادی. Fill the sky! Fire the enemy! For glory! For our lord and master! Missile cavalry! As you say! Ready yourself! What are جنرال your ما از orders? دست ندیم. Our orders! فقط فیلشون بود. One of our units has used all its ammunition. این تیرامون تموم شد این فیلش نمون. از اول بازی داریم تیر میزنیم ها میبینی؟ Missile armed rider! فیل بنده خدا. Fasten horse archers! یقب الو وای Advance at speed! جت فرار کن Our orders! Riders at the double! گیر چه آقای افتادیم. We await your order! Ready! Horse archers! داداش نمیخوای بمیری؟ Fasten horse archers! Patience! Fasten horse archers! با تیرای سنگین بشه فکر کنم Missile تیر آتیشی دیگه جوابو نیست. archers! بنو بالاخره بعد نیم ساعت میر One of our units has used all its ammunition. تیراشون تموم شد. اینم مرد. بله بله We fight for you, my lord.
خب الان وقت صلح. ریسرچ همون تکمیل شد. Ready هم for لول battle. گرفتیم. به خب شما هم بیا دروازه رو تحویل بده دوباره. اینا ارتشش اینجاست. متحدمون این شهر رو گرفت. الان خیلی خوبه. اینجا هم فکر کنم نابود شد داره. بابا بنازم. این هم اومد اینجا رو گرفت و The دیگه guards کاری will نداریم. have me دیگه کاری نداریم این بالا. اگر با اون پیمان عدم حمله هم ببنده که نمیبنده، امیدوارم به ما اعلان جنگ نده. الان دیگه فقط اینجا مونده. اینجا هم معدن طلا داریم. معدن بسازیم به نظرم بهتره. ریسرچمونم اینجا رو بریم جلو که بهمون یه دونه دیپلمات یا همون دیپلمات میده یا یه جور مرد روحانی هم میتونیم درآمدمون رو بیاریم بالاتر. قبلمونم 4 روز دیگه تکمیل میشه. 4 ترن دیگه. اینجا دیگه میتونیم یکی از بهترین از سواره اشکانیان رو بگیریم. واقعا بهش نیاز داریم. We fight. اینجا بگیم 4 تا سرباز دیگه هم استخدام کنیم. Get to it, man. 4 تا اوکیه. خب حالا اگر موافقید تا اینجا کار کافیه. پارت بعدی با باختر صلح میکنیم و تمام تمرکزمون رو میذاریم روی گرفتن شهرهای ایران. و اینجا هم تحت محاصره است. ترن بعدی فکر کنم اینجا هم بیفته. دشمنامو همینجوری دارن کم کم بهمون نزدیک و نزدیکتر میشه. همینطور که میبینید تقریبا با 5 تا تو جنگیم. تا پارت بعدی خدا نگهدار.